به نام یزدان پاک، خداوند آب و خداوند خاک. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی صنف 11. امیدوارم که حالتان جور باشد و روزگار بر وفق مراد شما. بنده محمد علی نجفی، استاد درس ادبیات دری هستم. دوستان، جلسه امروز ما جلسه 25 می باشد که تحت عنوان تأثیرات روانی مین‌ها می خواهیم برای شما صحبت نماییم. مباحث امروز ما دوستان در قالب این موارد است: یک، معلول کیست؟ دوم، تأثیرات روانی مین‌ها بر شخص معلول است. قسم بعدی، نحوه برخورد ما با شخص معلول است. و در انتهای بخش امروز ما درخواست نویسی را برایتان توضیح خواهیم داد. عزیزان قند، همراه ما باشید. بخش اول، تأثیرات روانی مین هاست. دوستان، اولین واژه‌ای که می‌خواهیم امروز برایتان تعریف نماییم مفهوم معلول است که ما به چه شخصی یا به چه فردی معلول میگوییم. معلول شخص آسیب دیده بعد از حادثه انفجار مین و مهمات منفجر شده را گویند. پس چی دوستان؟ اگر شما رفتین یک فردی را دیدین که این فرد در واقع پایش را، دیستش را یا ممکن است در واقع یک چشمش را، قسمتی از سر یا صورت یا قسمتی از بدن خود را بر اثر انفجار مین‌ها یا مهماتی که در نتیجه جنگ‌ها منفجر نشده ولی در یک موقعیت قرار گرفته و هنگامی که این فرد او نزدیک شده و او مین یا مهمات عمل نموده و این آسیب بر بدن، بر در واقع جسم این فرد وارد شده است را، این فرد را معلول میگوییم. پس این تعریف یک شخص معلول می باشد. مین‌ها چگونه تأثیرات روانی بر فرد معلول میگذارد؟ خب دوستان، اگر توجه نماییم، فردی که بر اثر انفجار این مین‌ها یا مهمات منفجر نشده دچار اختلال جسمانی می شود، از نظر روانی، از نظر روحی نیز آسیب‌هایی شامل حالش می شود. خب این آسیب‌ها را می خواهیم برای شما نام ببریم و ذکر نماییم. اول، احساس قرار گرفتن در موقعیت‌های پایین‌تر جامعه است. خب یک فرد معلول از نظر جسمانی نسبت به افراد سالم جامعه متفاوت است. چه تفاوتی دارد؟ دچار یک نقصان است، دچار یک عیب در بدن خود می باشد. ممکن است یک دست نداشته باشد، ممکن است یک پای خود را از دست داده باشد، ممکن است در ناحیه صورت دچار در واقع یک اختلال یا یک نقص عضو گردد. این فرد وقتی خود را با یک فرد سالم در جامعه مقایسه می کند متوجه می شود که دچار نقصان و دچار عیب گشته است. پس از نظر بهره‌گیری از موقعیت‌های شغلی، از نظر بهره‌گیری از مناصب عالیه در واقع آتیه شغلی، خود را در مرتبه پایین‌تر نسبت به سایر افراد جامعه می‌بیند و این احساس و این حس در درون فرد نهادینه می‌شود و جای می‌گیرد و تا انتهای عمر نیز در داخل فرد قرار می‌گیرد. متلاشی شدن ارزش‌های قبلی. فرد قبل از اینکه به عنوان یک معلول شناخته شود، به عنوان یک فرد سالم در جامعه زندگی می‌کرد. خب این فردی که در جامعه زندگی میکند یک خواسته هایی، یک آرزوهایی، یک اهدافی برای زندگی خود تعیین میکند و سعی میکند با تلاش و ممارست به این خواسته ها دست یابد. خب فرد این آرزوها رو دارد، این خواسته ها رو دارد، این توانایی ها رو در خودش احساس میکند تا به این اهداف دست یابد
ولی موقعی که دچار اختلال می شود، این اختلال بر اثر در واقع انفجار یا بر اثر برخورد با مین باشد، نقصان در بدن فرد شکل می گیرد. وقتی که نقصان شکل می گیرد، این فرد احساس رسیدن به او آرزوها و خواسته‌ها را در خود نمی یابد. چرا؟ چون احساس می کند یک مانعی بسیار بسیار قوی در برابرش قرار گرفته است. و اون مانع چیست؟ اون مانع در واقع سالم نبودن و ناقص بودن عضو و اعضای بدن این فرد می باشد. از دست دادن مهارت‌ها و تجارب قبلی است. یک فرد معلول قبل از معلولیت خود ممکن است یک مهارتی، یک توانایی، یک تجربه نسبت به سایرین داشته باشد. حال که این فرد دچار معلولیت شده است، توانایی انجام او کار را ندارد یا توانایی انجام او کار را در خود نمی‌بیند. احساس می‌کند که این فرد به عنوان یک فرد مصرف کننده است، به عنوان یک فرد به خاصیت و به فایده در جامعه خود را قلمداد می‌کند و هیچ گونه فایده و ثمری نه برای خود، نه برای خانواده و نه برای جامعه خود دارد. این احساس در درون فرد معلول جای گرفته است و این باعث می شود که او مهارت‌های قبلی را نتواند دوباره جامعه عمل بپوشاند یا از او تجارب خود بتواند استفاده بکند در زمینه‌های مختلف و بهره‌ای به خود، خانواده و جامعه بدهد. این احساس در درون فرد کشته می شود. احساس انزوا و تنهایی اولین مشخصه و اولین حرکتی که یک فردی در واقع دچار معلولیت در قبال بقیه افراد جامعه، در قبال خانواده، خویشان، دوستان، وابستگان از خود نشان می‌دهد، همین احساس تنهایی و انزواست. اگر قبلا با دوستان خود این فرد معلول میرفت و یک بازی میکرد مانند فوتبال بازی، چوگان بازی، ارزم بزرگ شما بازی های محلی، بازی های منطقه‌ای با دوستان خود انجام میداد، حال میبیند که یک پایش را از دست داده است. پس میبیند با مابقی افراد اشتراکی داشت، او اشتراک از دست رفته است. پس میرود به یک گوشه‌ای میخزد. یا ممکن است این فرد در واقع یک توانایی دیگری داشته باشد، با همسنفان خود، با کسانی که از یک رده شغلی هستند با همدیگه کار میکردند. یک کار مشخص که با فعالیت بدنی تعریف میشد. حالی فرد دیگر نمیتواند او کار بدنی، او کار کارگری، او کار دهقانی خود را انجام دهد و مجبور است در گوشه بشیند و به اطراف خود نگاه کند و همین باعث می شود که روز به روز از افراد جامعه فاصله بگیرد و در انزوا و تنهایی زندگی بکند و خود را به عنوان یک فردی که هیچ گونه فایده‌ای برای جامعه نداشته است قلمداد نماید. افسردگی و ده‌ها عوارض جسمی دیگر نیز پس از این احساس انزوا و احساس تنهایی به فرد دست می‌دهد. چون می‌دانید که افسردگی زمانی در انسان دست می‌دهد که این فرد در انزوا و در تنهایی خویش زندگی کند. فردی که در داخل جامعه است، فردی که با جمع زندگی می‌کند، فردی که در اطرافش شلوغ است، کودکان، دختران، پسران، نوجوانان، پدر، مادر اطراف این فرد باشد، فردی که از افسردگی نمی‌هراسد. دشمن شماره یک بیماری افسردگی همین در واقع صله رحم، دید و بازدید، شرکت در محافل در واقع خانوادگی، خویشاوندی یا محافل دوستانه است. زمانی شما میتوانید دچار بیماری افسردگی شوید که احساس انزوا کنید. چه زمانی شما احساس انزوا میکنید؟ زمانی که شما دچار یک نقصان باشید. چه زمانی شما دچار یک نقصان میشید؟ زمانی که در کنار یک مین قرار گرفته باشید، زمانی که در کنار یک مهمات منفجر نشده قرار بگیرید و تأثیرات انفجار او باعث شود که یک صدمه و یک آسیب جسمی به شما وارد شود. این باعث می شود که شما دیگر نتوانید خود را به عنوان یک فرد از اعضای جامعه احساس نمایید و احساس انزوا و تنهایی به شما دست می‌دهد و دچار بیماری افسردگی می‌شوید که یک بیماری است که برای درمان او سالیان متمادی زمان می‌خواهد و
در واقع این زمان طولانی نیازمند درمان طولانی می باشد. چگونه با افراد دارای معلولیت برخورد کنیم؟ اصول ابتدایی شیوه های رفتار با یک فرد معلول را دوستان می‌خواهیم برایتان اینجا بیان نماییم. خب اولین حرکت، اولین رفتاری که شما با یک فرد معلول انجام میدهید چه حرکت و چه شکل از رفتار می باشد؟ یک اجتناب از پرسش های شخصی در مورد معلولین است. یکی از عاداتهای بسیار بسیار بد ما آدمهای سالم در قبال آدمهای معلول همین نکته است دوستان. میاییم وقتی یک فرد معلول را که میبینیم شروع میکنیم به سوال کردن در مورد نحوه معلولیت این فرد. این حرکت خیلی بد است. این باعث می شود که او حرکتی که قبلا این فرد بر اساس او دچار این نقصان شده است، این در افکارش تداعی شود، این به ذهنش دوباره تکرار شود و این احساس کند که این فرد مرا از مابقی به عنوان یک معلول جدا می سازد. این باعث می شود که ما در واقع این رفتار ما، این سکنات ما، این نوع برخورد ما اثرات منفی بر روی این فرد معلول بگذارد. از هر گونه پرسش های شخصی در مورد نحوه زندگی او که تو چگونه الان زندگی میکنی، چگونه ارتزاق میکنی، زن تو، فرزند تو چگونه با تو رفتار میکنن، چگونه با تو زندگی میکنن و چگونه با معلولیت تو میسازن، این سوالات شخصی است که باعث میشود او فرد معلول دچار انزوا و انزجار از خود شود. پس سعی کنیم از این پرسش ها دوری کنیم، اجتناب کنیم که صدمه روحی به یک فرد معلول وارد نسازیم. دوم، ارائه زمان بیشتر برای انجام کار یا بیان مسئله است. اگر به یک شخص معلول شما می‌خواهید یک شغلی را، یک منصبی را، یک موقعیت اجتماعی را واگذار کنید، برای انجام وظایف او، برای بیان شرح زندگی او باید زمان بیشتری به او فرد داده شود. اگر یک کاری را به یک انسان سالم می دهید و او انسان سالم او کار را در زمان مثلا 1 ساعته برای شما انجام می دهد، باید او انتظار را شما از فرد معلول نداشته باشید. چرا؟ چون دارای نقص بدنی است، دارای نقص عضوی می باشد. باید از او فرد در واقع بخواهید که یک مقداری زمان بیشتری به او داده شود. به این فرد معلول اگر آدم سالم 1 ساعت است، به این فرد معلول 2 ساعت وقت بدهید، هم در زمینه انجام کار و هم برای مشاغل گفتاری که در واقع نیازمند بیان یک مسئله است. فراهم کردن امکانات برای جلسه و ملاقات با فرد معلول. شرایطی که برای یک فرد معلول چه از نظر شرایط و امکانات رفاهی، چه از نظر شرایط و امکانات روحی روانی میخواهید فراهم کنید، باید متناسب با نوع و میزان معلولیت افراد باشد. نگاه کنید در تصویر مورد نظر، اگر یک فرد معلول نیاز به راه رفتن دارد، نیاز به حرکت دارد، سعی کنید که از وسایل متناسب با این افراد استفاده کنید. برخی سازمان ها، برخی از ارگان ها هستند که در واقع یک مسیر مشخصی را برای افراد معلول قرار میدن که نحوه ورود و خروج آنها به سهولت انجام شود. مثلا شما در یک ارگان وارد میشید، میبینید که حداقل نزدیک به 15 تا 20 در واقع چی دارد؟ پله دارد. خب برای فرد معلول سخت است که تعداد پله ها را حرکت کند و به مقصد خود برسد تا در یک جلسه، در یک ملاقاتی، در یک ارگان شرکت نماید. ولی یک مسیرهای مشخصی بعضی از ارگانها قرار میدهد که از طریق ویلچر، از طریق در واقع یک آسانسور، یک چیزی، این فرد در واقع بتواند به سادگی و به سهولت به اون مسیر و مقصد خود دست یابد. طرح پیشنهاد کمک به طور مؤدبانه و صبورانه به فرد معلول. اگر شما میخواهید به یک فرد معلول کمک نمایید، این کمک ممکن است کمک نقدی باشد، کمک روحی روانی باشد، کمک های در واقع خدماتی باشد، باید به طور کاملا مؤدبانه و بر اساس صبر و شکیبایی باشد. طوری نباشد که وقتی شما به یک فرد معلول کمک میکنید،
جوری کمک کنید، طوری کمک کنید که او احساس در واقع ناتوانی به او دست بدهد. اگر یک فرد معلول میخواهد از یک مسیر خیابان به سمت مسیر دیگر حرکت کند، از این سرک به سمت سرک بالایی برود، نیازمند کمک است، ولی طوری به او کمک کنید که احساس نکند که یک فرد سربار در جامعه است، یک فرد بیفایده برای جامعه است که به عنوان یک شخص مصرف کننده هیچ در واقع فایده‌ای و هیچ ثمره‌ای برای جامعه ندارد. به طور کاملا مؤدبانه، به طور کاملا صبورانه، با صبر و شکیبایی کمک‌های خودتان را به این فرد معلول برسانید. ملاقات و صحبت با افراد معلول. خب، یک حرف زدن مستقیم با خود معلول و نه با همراهان وی. برخی وقتا شما میخواهید در مورد میزان نقص عضو، میزان معلولیت یک فرد معلول صحبت نمایید. سعی کنید این مطلب را به همراهان، به پدر، به مادر، به فرزند، به همسر، به اینها نگویید. وقتی شما به خویشان معلول این نکته را میگویید، یعنی میخواهید که این نکته از خود فرد معلول پنهان باشد، در حالی که گفتن یک نقص عضو، گفتن میزان نقص عضو در این فرد باید به خودش گفته شود تا بتواند با این مشکلاتش به طور کاملا مستقیم کنار بیاید و این مشکلات را تا حد امکان حل نماید. صحبت نکردن در مورد معلولیت فرد مگر آنکه خود بخواهد. برخی از عادات بسیار بسیار ناپسند ما همین نکته است. می آییم با فرد معلول در مورد نحوه معلولیت، در مورد چگونگی معلولیت او صحبت میکنیم. نگاه نمی کنیم که این فرد معلول ممکن است خوش نداشته باشد که در مورد این قضیه با کسی صحبت نماید. در مورد قضیه به عنوان یک مسئله پنهانی است که میخواهد در درون خود نگه دارد و به کسی چیزی نگوید. ولی ما با زیر سوال بردن این نکته باعث میشویم که اون نقطه که به عنوان یک عیب برای افراد در نظر گرفته می شود از ناحیه خودشان، در حالی که این عیب نمی باشد، این به عنوان یک نقصان نمی باشد، بلکه بعضی از آدم ها هستند که بر اساس همین موقعیت ها، بر اساس همین در واقع عیب ها در یک فرصت های بسیار بسیار بالایی دست پیدا کردن. در مورد معلولیت افراد سعی کنیم که زیاد از آنها سوال نکنیم. سخن گفتن با لحن مطابق سن و سال معلول. سن و سال معلول بسیار مهم است. میگویند هر زمانی که میخواهید برای کسی صحبت نمایید، حرف بزنید، گپ بزنید، سعی کنید که سن و سال مخاطب خود را در نظر داشته باشید. اگر کودک است به گونه کودکانه، اگر در یک موقعیت رسمی است به گونه رسمی، اگر در یک محفل دوستانه است به طور دوستانه صحبت نمایید. اگر مخاطب شما یک فرد معلول است، نحوه صحبت شما، نحوه گفتمان شما و نحوه رفتار شما متناسب با سن و متناسب با در واقع جنس او فرد مذکور که فرد معلول می باشد صبر و توجه کامل هنگام صحبت کردن آهسته معلول. صبورانه صحبت کردن و صبر نمودن یکی از ویژگی هایی است که باید در این زمینه در نظر گرفته شود. تظاهر نکردن به درک متقابل فرد معلول. همیشه احساس به او فرد معلول را به دست بدهید که خیلی وقتا متاسفانه آدم های احساس را بد منتقل میکنند. میگویند حال درست است، راست میگوییم، ما شما را درک بکنیم، ما شما را میفهمم، حرف شما کاملا صادق است. یک احساس افسوس خوردن، یک احساس تأسف خوردن و یک احساس درک متقابل باعث می شود که نوعی توهین، نوعی در واقع رفتار بد با فرد معلول باشد. سعی کنید از این نوع رفتار برحذر باشید. عذرخواهی و حفظ آرامش در صورت ارتکاب اشتباه با معلول. اگر یگان کار در واقع خطایی، اگر یک خطی در قبال یک فرد معلول انجام دادید، سعی کنید که یک عذرخواهی کاملا محترمانه و مؤدبانه از او انجام بدهید
و کار خود را در واقع نوعی جبران نمایید. جبران کار شما در واقع نشانه حسن نیت شما در قبال ای افراد است که نشان می‌دهد که این اشتباه به طور سهوی بوده است و از روی عمد انجام نشده است. بخش دوم دوستان مبحث درخواست نویسی است. در ادامه مباحث قبلی که در حوزه نامه‌نگاری برای شما عزیزان صحبت نمودیم و توضیح دادیم، امروز به یکی از این بخش ها برسیم تحت عنوان درخواست نویسی که یکی از اشکال نامه‌نگاری است. تعریفش چیست؟ میگوییم درخواست نویسی نامه‌ای است که در آن تقاضای اجرای کاری و یا امری از کسی را می‌خواهیم. اگر شما در یک قالب نامه انجام یک کار، دستور انجام یک کاری را از یک فردی که در واقع در موقعیت بالاتر قرار دارد بخواهید، این نامه و این شکل و قالب نامه را میگویند درخواست یا درخواست نویسی. قدیمی ترین نمونه های موجود درخواست متعلق به زمان عباسیان است. پس اگر بخواهیم اولین و قدیمی ترین درخواست نویسی هایی که در طول تاریخ انجام شده است را ذکر نماییم، میرسیم به حکومت عباسیان. در زمان حکومت خلفای عباسی در واقع شکل درخواست نویسی شکلی بود که به اشکال امروز ما نزدیکتر بوده است. مردم خراسان درخواست خود را به صورت کتبی به مقام و دربار می سپردند. می‌دانید که خراسان قدیم خودش نزدیک به یک امپراتوری بوده است که بسیار بسیار گسترده و وسیع بوده است که ولایت ها و شهرهای مثل بلخ، مرو، در واقع هرات، مشهد، اینها نیشابور، اینها جزء ولایت ها و جزء در واقع مناطق اصلی سرزمین خراسان قدیم بودند که شکل کتبی درخواست نویسی متعلق به این مردم می باشد. درخواست را ما امروزه تحت عنوان عریضه می شناسیم که در جاهای مختلف شما می بینید که نزدیک به یک ارگان خاص، یک بنیاد خاص دولتی وقتی می آیید نزدیک می شوید می بینید عده‌ای نشستن در اطراف یک در واقع ارگان دولتی و نامه‌هایی را می‌نویسند که به درخواست افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند این نامه‌ها نوشته می‌شد. این نامه‌ها را می‌گویند درخواست یا شکلی که در بین مردم خیلی کاربرد دارد تحت عنوان عریضه می‌شناسیم که عریضه و درخواست از سمت یک فرد برای انجام یک کار و صدور دستور این کار از سمت مقامات بالاتر می‌باشد. درخواست از مقامات پایین رتبه به مقامات بالا رتبه با محتوای احترام آمیز نوشته می شود. پس این نوع نامه هایی هستند که از افراد پایین جامعه به افراد بالای جامعه صادر شده و با الفاظ و واژه ها و عبارت های احترام آمیز یک درخواست، یک در واقع تقاضا را از مقامات بالا می‌خواهیم و از آنها با کمال احترام و کمال تشکر این تقاضا را درخواست می‌نماییم. خب اجزا و ارکانی که در واقع یک درخواست را تشکیل می‌دهد که ما تحت عنوان اشکال و اوصاف این درخواست از او یاد می‌کنیم. خب نام و مشخصات درخواست کننده، تاریخ که نشان دهنده مورخه روز و ماه و سال است، عنوان که برای او شخصی که به عنوان یک موقعیت رسمی قرار دارد نگاشته می شود، آغاز نامه که همون عبارت ها، واژه های احترام انگیز، کلمه های عنوانی نامه شما می باشد، متن و درخواست که همون در واقع محتوای اصلی متن شما را در بر می گیرد، پایان درخواست همه واژه ها و عبارت های احترام انگیز پایانی نامه می باشد. نام مکمل درخواست کننده ممکن است در کنار درخواست کننده اصلی کسی دیگری نیز باشد که بخواهد این درخواست را به طور مشترک نگاشته و نوشته باشد.
امضای درخواست دهنده که ضرورت می‌یابد در داخل عریضه یا درخواست، او کسی که درخواست را می‌نویسد سعی کند که امضا نیز انجام دهد. گذاشتن 5 سانتی متر فاصله سفید که در انتهای نامه گفتیم آخرین واژه‌ای که می‌نویسین او قسمت تا انتهای نامه شما نزدیک به 5 سانتی متر فاصله موجود باشد. خب دوستان، سوالات کنکوری را با هم بررسی نماییم. سوال اول میگوید شخص آسیب دیده بعد از حادثه مین و مهمات منفجر شده را چه گویند؟ 1 معلول، 2 مجروح، 3 مصدوم و 4 معدوم. کدام یک از این واژه ها و لغت ها می شود تعریفش صورت سؤال ما؟ کدام یک متعلم عزیز؟ احسن، گزینه 1 معلول می شود فردی که بر اثر یک حادثه انفجار مین یا مهمات منفجر شده آسیب می بیند و در او چی گفته می شود؟ معلول گفته می شود. سوال بعد می گوید کدام یک از موارد ذیل جزء تأثیرات روانی مینها بر روی معلول می باشد؟ 1 از دست دادن مهارت ها و تجارب قبلی، 2 متلاشی شدن ارزش های قبلی، 3 احساس انزوا و تنهایی و 4 هر 3 مورد. کدام می شود متعلم عزیز؟ باز هم گزینه درست گزینه شماره احسن 4 می باشد. متلاشی شدن ارزش های قبلی، از دست دادن مهارت ها و تجربه های قبلی و احساس انزوا و احساس تنهایی و در انتها احساس پوچی از جمله در واقع تأثیرات روانی مین هاست. سوال بعد میگوید کدام مورد جزء اصول ابتدایی شیوه های رفتار با فرد معلول نیست؟ نیست را دوستان رویش تاکید میکنیم. کدام یک از این مواردی که میخوانیم جزء شیوه رفتار شما در ابتدا با فرد معلول نمی باشد؟ 1 فراهم کردن امکانات برای ملاقات با فرد معلول، 2 طرح پیشنهاد کمک به طور مؤدبانه و صبورانه به فرد معلول، 3 ارائه زمان کمتر برای انجام کار یا بیان یک مسئله و 4 اجتناب از پرسش های شخصی در مورد معلولیت. کدام یک از اینها جزء اصول ابتدایی شیوه رفتار با فرد معلول نیست؟ کدام یک متعلم عزیز؟ با دقت به این موارد میتوانیم بگوییم گزینه صحیح گزینه شماره 3 است. ارائه زمان کمتر برای انجام یک کار یا بیان مسئله به یک فرد معلول جزء گزینه‌های صحیح نمی باشد. گزینه صحیح این مورد چیست؟ ارائه زمان بیشتر است نه زمان کمتر. یعنی شما برای یک فرد معلول نسبت به یک فرد سالم باید زمان بیشتری بدهید تا بتواند که یک کاری را یا یک مسئله را بیان یا عمل نماید. سوال بعد میگوید نامه‌ای که در آن تقاضای اجرای کاری یا امری از کسی شود را چه میگویند؟ این تعریف شامل کدام یک از این موارد است؟ 1 پیشنهاد، 2 درخواست، 3 استعلام و 4 نامه خبری. نامه‌ای که در واقع تقاضای اجرای یک کار یا دستور صادر شدن انجام یک کار خواسته شود. نامش می شود درخواست. احسن. سوال بعد میگوید کدام یک از موارد ذیل در مورد درخواست نویسی صحیح نمی باشد؟ 1 قدیمی ترین نمونه های درخواست متعلق به دوره عباسیان است. 2 درخواست را امروزه تحت عنوان عریضه می شناسیم.
3. درخواست از مقامات بالاتر به مقامات پایینتر با محتوای احترام‌آمیز نوشته می‌شوند. و 4. مردم خراسان درخواست خود را به صورت کتبی به مقام و دربار می سپردند. کدام یک از اینها در حوزه درخواست نویسی گزاره و جمله درست نمی باشد؟ کدام یک متعلم؟ احسن، گزینه صحیح باز هم گزینه شماره 3 است که درخواست از مقامات پایینتر به مقامات بالاتر می آید و نگاشته و نوشته می شود. چرا؟ چون نامش درخواست است که افرادی که در طبقات پایین، در سطوح پایین، در مراتب پایینتر قرار دارد از مقامات بالا با واژه ها و عبارت های احترام آمیز یک درخواستی، یک عریضه ای را صادر می کنند. خب دوستان عزیز، متعلمین گرامی و گرانقدر، در پایان مبحث 25 از سلسله مباحث ادبیات دری رسیدیم. امیدوارم که مانده نباشید و مطالب امروز ما مورد قبول شما قرار گرفته باشد. تا جلسه بعد و دیدار دیگر شما عزیزان را به خداوند جانان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.